سلام به عزیزان و همراهان کانال فال و رمز و راز فلک. امروز یک شنبه با شما هستیم با فال هفتگی هفته دوم مرداد ماه. فروردین ماهی عزیزم، کاری تو را به خودش مشغول کرده که حتی خواب و راحتی را از تو سلب کرده است. باید یادت باشد که جهان پر از مشکلات است و همه کارها بر وفق مراد آدم گاهی پیش نمی‌روند. در حال حاضر با دوراندیشی و حوصله منتظر باش. به زودی خبری خوش دریافت می‌کنی و تغییرات کلی در زندگیت روی می‌دهد. اردیبهشت، به جای دست روی دست گذاشتن دل به دریا بزن و با شهامت و جسارت به تک تک کارهایی که توی سرت اقدام کن. اگه تردید نداشته باشی حتما موفق میشی. برای رفع یک بلا دست به دامن شخصی شده ای که او کمکت کرده. امروز وقت جبرانه و باید حواست به اون باشه. خرداد ماهی عزیزم، ممکنه برای انجام کاری مجبور بشی به راه دوری بری. حواست باشه که توی کمک کردن به شخصی یا اشخاصی که توی اطرافت هستن و دچار مشکل شدن غفلت نکنی. در مورد یه مسئله کاری از هر لحظه برای یادگیری و پیشرفتت استفاده کن. دنیا رو سخت نگیر، اولین کسی که ضرر میبینه خودتی. تیر ماهی، این آتشی که توی دلته خودتون رو روشن کردی. به جای دامن زدن بیشتر به اون به خودت کمک کن. لازمه خلوت کنی، فکر کنی تا مشکلی رو که پیش روته از ریشه حل کنی و خودتو خلاص کنی. بحث کردن با دیگران فقط تو رو عصبی و کلافه تر میکنه. حواست باشه که این هفته از هر بحثی دوری کنی. مرداد، مشکلی که درست شده و دیگران رو هم به خودش مشغول کرده زیاد انقدر حاد و جدی نیست. خدا رو شاکر باش. در حال حاضر از موقعیت خوبی در زمینه کاری برخوردار شدی. در عوض توی زندگی عاطفیت باید تغییر رویه بدی. در مورد مسئله یادت باشه که تو قادری هر کاری رو به پایان برسونی. شهریور، دست از ولخرجی بردارید تا دچار مشکلات مالی نشوید. به سلامتیتان بیشتر اهمیت بدهید. از خوردن غذایی که میپزید لذت ببرید و به موسیقی گوش کنید و کتاب بخوانید. زندگیتان در همین یک مشکلی که به تازگی پیش آمده نباید خلاصه شود. قوی باش و اجازه نده که هیچ کسی توی زندگیت حق رو ازت بگیره. مهرماه‌های عزیز باید بیشتر تلاش کنن، با تدبیر و علاقه عمل کنن و دیدی به جلو و آینده داشته باشن تا هدفی که توی ذهنشونه به ثمر برسه. خاطرات تلخ گذشته رو مرور نکن و برای دیگران تعریف نکن. یادآوری اونا برایت فقط خسته کننده است و سودی هم برات نداره. گام‌های زندگیت رو با دقت و تمرکز بردار. آبان ماهی‌های عزیزم، برای انجام یک کاری قبل از شروعش بیشتر مطالعه کنید. بی‌گدار به آب نزنید و اول فوت و فن کار رو باید یاد بگیرید. در مورد نیتتون یادتون باشه که شما فقط یه بار زندگی میکنید. پس بهتره راهی انتخاب کنید که بعداً حسرتشو نخورید. برای یه مسئله خانوادگی، یه تصمیم گیری، نظری از شما پرسیده شده. بهتره که نظر تخریبگر و ویران کننده ای ندی. هیچ کس بی خطا و هیچ گلی بی خار نیست. به خودت فرصت اشتباه کردن هم بده. تو بعد از هر اشتباه درسی بگیری. برای یه سفر کوتاه برنامه ریزی میکنی. تو برای هر اتفاقی آماده هستی و طوفانی که نگرانش هستی از سرت به خیر و خوشی انشالله میگذره. بسته جدیدی که منتظرش هستی به دستت میرسه و تو رو خوشحال میکنه. دیمایه‌های نازنینم، انجام کار مهمی به شما سپرده شده. نگرانی به دلت راه نده. تو به سادگی از پسش برمیای. زمان آرامشت رسیده. مسیر کاری تو بهتره که عوض نکنی. اگه میتونی کمی پس‌انداز کن. توی هیچ کاری هم زیاده روی نکن و بدهی که داری موعدش به سر رسیده. بهمن ماه، از تک تک روزهایتان استفاده کنید. با گروهی از دوستانتان جمع خواهید شد و کاری را شروع میکنید. مبلغی به دستت میرسه که باعث میشه بانی خیر برای دیگران باشی. در محیط کاریتون با شخصی آشنا میشید که از فعالیت در کنارش نهایت لذت رو میبرید. هدیه‌ای دریافت میکنید که باعث شادیتون میشه. اسفند ماهی‌های عزیزم، هفته خوبی پیش رو دارین. حواستون باشه که هیچ کسی نمیتونه با یک دست دو تا هندونه رو بلند کنه. فشار بیفایده و بی اندازه به خودتون وارد نکنید. بار به قدر توانت بلند کن تا کمرت خم نشه. حواستون به کسی که براتون عزیزه باشه. این هفته مجبور میشید در مشاجره دخالت کنید. مواظب باشید که چه صحبت‌هایی رو بیان میکنید.